The Assembly will now hear an address by His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan, and invite him to address the Assembly. محترم جناب رئیس، محترم جناب دبیرکل، خانم‌ها و جنابان، سرفرازم که به تبریکات و تهنیت‌های گرمی که به عنوان جناب ماگنس لیکتوفت به مناسبت به مسند پرمسئولیت رئیس اجلاس 72 مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شدنش صدا دادند همراه می باشد. اجلاس جاری مجمع عمومی نه تنها برای اندیشه‌رانی دایر به کامیابی‌های سازمان در طول تاریخ 70 ساله آن، بلکه برای تأکید دیگرباره عزم قطعی ما در راه تطبیق آرزوی آمال مردمانمان به خاطر رشد آسوده و استوار فرصت نادر را فراهم ساخته است. 70 سال که سازمان ملل متحد در جاده حفظ صلح و امنیت، انکشاف همکاری‌های بین المللی و حمایت حقوق بشر قرار دارد، در این مدت تاریخاً کوتاه سازمان جهت تحکیم ثبات، رشد استوار و کاهش کمبزاعتی و نابرابری کار زیادی را انجام داده است. در این سالها به شرافت تهیه دسته‌جمعانه وسیله‌های همیاری ما در سمت رشد همکاری‌های بین المللی به دستاوردهای نظررس نائل گردیده‌ایم. همین روزها ملاقات سازمان ملل در سطح عالی روزنامه نوی رشد استوار را تصدیق کرد که آن زیربنا و سمت‌های اساسی کوشش و تلاش‌های جامعه جهانی را جهت رسیدن به رشد استوار جوابگو به منافع همه مردمان و هر یک انسان معین می‌سازد. طول این 17 ساله سازمان ملل در امر پشتیبانی از روندهای تشکل دولت‌های نوی مستقل و رشد منبعد آنها سهمی خاصه گذاشت. تاجیکستان نیز که در آغاز استقلال خویش با مشکلات و دشواری‌های دوره گذشته روبرو گشته بود، پشتیبانی فراگیر سازمان ملل را احساس کرد که به شرافت آن کشور دلپرانه به جاده رشد دموکراتی قدم نهاد. اساسهای با کمک سازمان گذاشته شده ترقیات جمهوری تاجیکستان جهت جلب نمودن کشور به روندهای همکاری و همیاری بین المللی مساعدت نمودند. امروز تاجیکستان در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، جنایتکاری متشکل فراملی، گردش غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق اسلحه و آدمربایی، اینچنین در امر پیشبری روزنامه سازمان در مسائل آب به قدر امکان سهم می‌گذارد. نیروهای پلیس ما در عملیات صلح آفرینی سازمان ملل و اتحاد افریقا در دارفور با همکاران خود از دیگر کشورهای اعضا شرکت ورزیده در روند بنیاد صلح سهم می‌گیرند. اگنتی نظارت مواد نشه‌آور که با مساعدت سازمان ملل تشکیل شده است، در امر مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر نقش مهمی دارد. از سال 1995 تا الحال ساختارهای حفظ حقوق ما 111 تن مواد نشه‌آور مصادره نمودند که آن از 206 میلیون و 650 هزار وایه عبارت بوده می توانست 50 میلیون نفر ساکنان سیاره را نشأمند سازند. جناب رئیس، در ادامه 10 ساله آخر عالم به کلی تغییر یافت. خصوصیت اساسی مرحله حاضره روندهای عمومی جهانی زود تغییر و مرکب بودن آنهاست. همراه با جنبه‌های مثبت جهانی شوی که
و رشد همگانی مساعدت می‌نمایند، نتیجه‌های منفی آن نیز هرچی بیشتر ظهور می‌کنند که بر رشد و امنیت در جهان و کشورهای علاهده تهدید می‌نمایند. افزایش شماره نیزه‌های مسلحانه و عملیات تروریستی، بحران‌های آذقواری، انرژتیکی و مالیوی و اقتصادی، تنزل محیط زیست، تغییریابی اقلیم، پنجشوی بیماری‌های سیرت کننده، واکنش دستجمعانه و فراگیری ما را تقاضا دارند. در این راستا سازمان ملل چون زمینه اساسی برای رسیدن به همفکری در مسائل کلیدی رشد و امنیت بین المللی، اینچنین هم آهنگسازی سعی و تلاش‌های جامعه جهانی در مقاومت با تهدید و خطرهای دنیا باقی میمانند. مقیاس و خصوصیت جهانی داشتن تهدیدهایی که آنها را تروریسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر و جنایتکاری متشکل به میان می‌آورند، مخصوصاً تشویش آور است. نیروهای خرابکار و ضد انسانی تروریسم بین المللی و افراطگرایی قدرت بیشتری کسب می‌کنند و شماره هرچه زیادتر جوانان ما را به دام خود می‌کشند. این نیروها سعی و تلاش‌های ما را در امر حفظ امنیت و رشد صلح‌آمیز جداً ضعیف می‌سازند. مبارزه با تروریسم بین المللی و افراطگرایی افضلیت درجه اولی ماست. ما در این نبرد باید وسیله‌های ملی و منطقوی و بین المللی را سر کار آوریم که با محو انفراستراکچور نظامی، راه‌های تأمین مادی و مالیوی، جلب آدمان و ترغیب و تشویق زورآوری، اینچنین بر ضد استفاده تکنولوژی‌های اطلاعاتی با هدف‌های تروریستی نگرانیده شده باشند. در عین زمان با سعی و تلاش مشترک راه‌های حل کاهش دادن کم بی‌ضابطی، نتایج منفی جهانی شوی، پیشگیری نمودن نیزه‌های منطقوی و حل آنها را جستجو باید کرد. در این امر تحکیم گفتگوی بین فرهنگ‌ها و دین‌ها، اعتماد بین همدیگری و تحملگرایی نقش مخصوصاً مهم دارند. از جانب همه کشورهای اعضا تطبیق شدن استراتژی عمومی جهانی سازمان ملل بر ضد تروریسم، قرارهای مربوطه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل، مبارزه مؤثر بر ضد همگونه شکل و پدیده‌های تروریسم، از جمله علیه با هدف‌های تروریستی استفاده گردیدن اینترنت با منفعت همه ماست. جواب مشترک ما با اوج فعالیت تروریسم بین المللی و افراطگرایی باید با مقیاس این خطر برابر باشد. پیشگیری کردن گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور که سال از سال زیادتر می‌گردد و درآمدی از آن به دست آمده برای با مبلغ تامین نمودن عملیات تروریستی و فعالیت جنایتکاری متشکل روانه می‌گردد، باید جزء جدا نشونده مبارزه عمومی با تروریسم و جنایتکاری سازمان یافته باشد. در این راستا اجلاس خاصه مجمع عمومی سازمان ملل در مسائل مواد مخدر که سال آینده برگزار خواهد شد، امکان می‌دهد که نه تنها جریان اجرای اعلامیه سیاسی و نقشه عمل بررسی کرده شود، بلکه برای تهیه چاره‌های نوی مؤثر در مبارزه بر ضد این وبا شرایط مهیا گردد. در چارچوب این کوشش‌ها سال 2015 در تاجیکستان نیز کنفرانس بین المللی سطح بلند در مسائل متحد نمودن سعی و تلاش‌های بین المللی بر ضد مواد مخدر گذرانیده شد. جناب رئیس، افغانستان دوست با تطبیق 10 ساله تحولات در کشور دلپرانه آغاز کرد. مرحله نوی افزایش و تحکیم دستاوردها در بخش تأمین امنیت و ثبات، احیای اقتصادیات و اجتماعیات کشور که جزء مهمترین حل مسائل عمده عملی می باشد، توسعه هدفمندانه و پشتیبانی بیش از پیش جامعه بین المللی را تقاضا دارد و در این امر باید سازمان ملل نقش مرکزی و هماهنگساز داشته باشد. تاجیکستان جانبدار وسعت مناسبات دوستانه و حسن همجواری با افغانستان است و از جامعه بین المللی دعوت به عمل می آورد که کوشش‌های حکومت این کشور را دستگیری کرده
با صلح نظام در مملکت، حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی، ادامه روند مصالحه ملی و مذاکرات، همچنین به جلب کشور با همکاری‌های منطقوی مساعدت نماید. تاجیکستان از جانب خویش در رشد اجتماعی و اقتصادی این کشور همسایه مثل پیشتر سهم خواهد گرفت. حل مصالحت آمیز نزاع در اطراف برنامه هسته‌ای ایران امکانیت عظیمی از طریق دیپلماتی حل و فصل کردن مسائل داغ معاصر را نشان داد. ما اطمینان داریم که برنامه عمل مشترک فراگیر که آن را شورای امنیت سازمان ملل با قرار خود تصدیق نموده است، با تحکیم صلح و ثبات بین المللی و منطقوی اعتماد متقابل مساعدت نموده، در عین زمان در امر مستحکم نمودن نظام عدم انتشار یراق هسته‌ای اقدام سازنده خواهد شد. امیدواریم که کشورهای اعضا در حل و فصل مسائل دیگری عمده هنگام کشادن گره کشمکش و نزاع‌های شدید نیت نیک و قاطع را برابری خواهند گرفت. تاجیکستان با حیث کشوری که در آن ماه ایول سال جاری مشورت‌های منطقوی کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی در امر آمادگی به برگزار نمودن سمیت سال آینده گومانیتری جهانی صورت گرفتند، امیدوار است که توصیه‌های در این همایش صدا داده در فعالیت بشردوستانه کشورها تاثیرگذار خواهند بود. جناب رئیس، به نزدیکی یعنی ماه دکبر جامعه بین المللی بار دیگر در پاریس گردی هم خواهد آمد تا نتیجه های مذاکرات بسیار ساله در بلی آغاز یافته را در مسائل تغییریابی اقلیم جنبست نماید. اظهار امید می نمایم که کشورهای عضو این امکانیت را استفاده خواهند برد و در مسائل تغییریابی اقلیم که در اساس کنونسیون قالبی سازمان ملل آید به تغییریابی اقلیم تهیه شده است، سند نوی را تصدیق نموده با این امر یکی از اساسهای گزارش بر رشد استوار را خواهند گذاشت. ما اطمینان داریم که چنین گزارش نه تنها تجدید استحصالات را بر اساس تکنولوژی‌های نوترین تقاضا دارد، بلکه به تغییرات کلی در طرز تفکر و فرهنگ استعمالی نیز نیاز دارد. آموزش‌های بسیار ساله از تقویت یافتن تأثیر تغییرات اقلیم به طبیعت و وضع اجتماعی و اقتصادی در کشور ما شهادت می‌دهند. طبق این آموزش‌ها در 60 سال اخیر حرارت میانه سالانه در تاجیکستان 1 درجه سلسی بالا رفته، تعداد روزهای بارشات فراوان داشته افزوده است. زود تکرار شوی پدیده‌های هیدرومتئورولوژی طبیعی تقویت یافته، روند آبشوی پیریخ‌ها صورت پیدا کرده است. تابستان این سال از سبب گرمای غیر عادی و بارشات زیاد در قسمت بلندگوی کشور آفت‌های طبیعی رخ دادند که به اقتصاد کشور در حجم میلیون‌ها دلار آمریکایی خسارات وارد نمودند. متاسفانه آدمان نیز تلف شدند. تاجیکستان از روی نشان دهنده‌های پرتوهای گازی کربنات به فضا در بین کشورهایی که کمترین حجم پرتو گازها را دارند جای 135 را صاحب است. این پرتوها به هر سری اهالی رقمی را تشکیل می‌دهند که از نشان دهنده‌های میانه دنیا به مراتب کمتر است. استفاده وسیع منبع‌های تجدید شونده انرژی، علالخصوص هیدروانرژتیکا، به رشد اجتماعی و اقتصادی کشور و تشکل اقتصاد سبز مساعدت می‌نماید. تأثیر منفی تغییریابی اقلیم به صفت و حجم ذخیره‌های آب نوشابه طرف عیان‌تر می‌گردد. معلوم است که تغییرات اقلیم به کاهش یافتن ذخیره‌های آبی در پیریک و برفکوه‌ها موجوده، افزایش یافتن مساحت آب‌های شور زیرزمینی، همچنین افزایش و شدت یافتن بارشات سبب گشته است. از جانب خود تغییرات دوره‌های هیدرومتئورولوژی با امنیت انرژتیک و آذوقه‌واری و آب تأثیر منفی داشته، در پیامد می‌تواند خطر آبخیزی و خشکسالی را به بار داشته باشد. در چنین شرایط با اندیشه ما اسلوب‌های تا به امروز استفاده شونده اداره کنی ذخیره‌های آب
و استفاده آن را تجدید نظر نمودن لازم است تا مطابق کنی آن نه تنها با در نظر داشت عامل اقلیم بلکه افزایش اهالی و رشد اقتصادیات در دنیا اینچنین کمبودی ذخیره‌های آبی آشامیدنی تامین گردد. در آسیای مرکزی که ذخیره‌های آب در آن عامل کلیدی تامین رشد استوار منطقه میباشند، کیهاست که ضرورتی تهیه برنامه فراگیری منطقوی آید به مطابق کنی با تغییرات اقلیم احساس می شود. سری وقتی بودن چنین برنامه را زیر تاثیر تغییریابی اقلیم با سرعت کاهش یافتن مساحت پیریک‌های منطقه نیز تقاضا دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که بعد سالهای 60 عصر گذشته 3/1 پیریک‌های منطقه که منبع اساسی آبی دریاهای آسیای مرکزی میباشند نیست شدند. جناب رئیس، امسال 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات 2005-2015 برنامه عمومی جهانی از جانب مجمع عمومی سازمان ملل تصدیق شده که جهت مساعدت به تطبیق هدفهای رشد 1000 ساله تهیه گشته بود با آخر میرسد. با مقصد بررسی پیشروی به دست آمده اینچنین نارسایی‌های هنگام عملی گشتن 10 ساله بین المللی عمل جای داشته یک قطار چاره‌بینی‌ها گذرانده شدند. مکالمه سطح بلند مجمع عمومی سازمان ملل دایر به بررسی فراگیر پیشروی‌های هنگام تطبیق 10 ساله به دست آمده که 30 مارس سال جاری در اینجا در نیویورک صورت گرفت. 9-10 یونیو سال جاری در دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند در مسائل تطبیق 10 ساله بین المللی دایر گردید. ما انتظار داریم که نتیجه این و دیگر چاره‌بینی‌ها که جهت مساعدت به بررسی فراگیر تطبیق 10 ساله گذرانده شدند هنگام جمع‌بست نمودن نتیجه‌های 10 ساله از جانب کاتبات سازمان ملل به نظر اعتبار گرفته خواهند شد. با استفاده از فرصت می‌خواستم به کشورهای عضو، رئیس مجمع عمومی دبیر کل، بخش‌ها و اگنتی‌های سازمان ملل، سازمان‌های بین المللی و منطقوی، دایره‌های جامعه شهروندی، نمایندگان دایره‌های علمی و صاحبکاری برای شرکت فعالانشان در تطبیق 10 ساله بین المللی و جمع‌بسط نتیجه‌های آن اظهار سپاس نمایم. به نزدیکی ما خریطه راه رشد استوار را تصدیق نمودیم که آن بخش آب را همه جانبه فرا می‌گیرد. 15 سال آینده در شرایط شدت یافتن تاثیر تغییرات اقلیم، تنزل محیط زیست، افزایش اهالی، بحران‌های آذوقه‌واری و انرژتیکی به ساحه ذخیره‌های آب ما باید سعی و تلاش بزرگ به خرج دهیم تا به هدف‌های گذاشته شده رسیم. به عقیده ما انکشاف همکاری، شریکی و دیپلماتی آب به اندیشیدن چاره‌های ضروری جهت کاهش دادن این روندهای خرابی‌آور و سری وقت نائل شدن به هدف‌های رشد استوار مساعدت خواهند کرد. در این راستا ضرورت آماده نمودن زمینه‌های نو جهت تقویت و توسعه همکاری در همه سطح‌ها و با اشتراک همه جانب‌های منفعت‌دار پیش می‌آید. از این رو و با استناد به نتیجه‌های مثبت تشبس‌های پیشینه مشترک پیشنهاد می‌نماییم که امکانیت اعلان نمودن 10 ساله نو بین المللی آب که هدف آن مساعدت به تطبیق روزنامه رشد استوار است بررسی گردد. صمیمانه امیدواریم که این پیشنهاد مورد دستگیری و تایید کشورهای اعضای سازمان ملل قرار خواهد گرفت. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Tajikistan for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President.